خب سلام علیکم تماشا بینان گرامی هموطنان عزیز. اینک باز در برنامه نوبتی خود قرار داریم. روز شنبه است و ما در کانال یوتیوبی پیمان لایف قرار داریم و همزمان این پخش مستقیم در کانال ماهواره‌ای پیام تیوی در ماهواره یحصد پخش می شود و باعث خرسندی است که این هفته خب تصدیق گرفتیم از تاجیکستان، از چند ناحیه تاجیکستان تصدیق گرفتیم که ایشون ما رو در خب از طریق ماهواره تماشا دارند و این بسیار امیدوار کننده است و خرسندی بخش و نیت داریم که این برنامه ها رو هرچی بیشتر کنیم و شاید در هفته دو مرتبه برنامه رو تهیه کنیم و به شما پیشکش نماییم و شما در نوبت خود شما نیز از ما جانبداری نمایید و در این کانال پیمان لایف در کانال پیمان لایف ابونه شوید، چون این کانال نو است و همه خیلی کم است تعداد خوب ابونه شدگی ها، گرچنده که نوار گذشته ما رو حدود 2000 نفر هم تماشا کرده باشند. این 2000 نفر خب فرصت پیدا نکردن که خب ابونه شوند. همین حالا من از شما میخواستم که در همین جا در تگ به کانال ما ابونه شوید و در زیر شرح ها نویسید تا که همین نوار در روی خط یوتیوب بالاتر رود و تماشا بین بیشتری پیدا کند، چون کانال نو است و از همین کانال ما از همین برنامه ها به کانال ماهواره‌ای پیام تیوی انتشار می شوند و ما باز از شما دعوت میکنیم در زیر نویسنه نشانه های خوب به کانال ماهواره‌ای ما است و آن را نصب کنید، انتن های ماهواره‌ای رو و ما را تماشا کنید، چون در تاجیکستان اینترنت گران نرخ است و سرعت ضعیف دارد. شما اگر در کانال ماهواره‌ای پیوست شوید خیلی با صفت خیلی بهتره و با قیمت ارزانتر با ما خواهید بود و ما هم اگر بدانیم که ما را در اون طرف نوار در اون طرف خب اکران ما را تماشابین بیشتر تماشا دارد، ما هم خب هوسمند بیشتر میشویم برای برنامه های هرچی بیشتر و رنگین تر کردن. خب فرمت برنامه ما همون خیلی است که بود، یعنی من برای شما خبرهایی که در هفته سپری شده برای بنده جالب بودند اونها رو پیشکش شما میگردانم و شما در زیر نویس شما چی کنید؟ شرح ها نویسید و در اینجا فکر خود رو در موضوعی که بررسی می شود در گرد همون موضوع فکرتون رو بیان نمایید. خبر اولی که انتخاب کردم این مفتیات تاجیکستان از نمازگزاران دعوت کرده است که خب به خاطر حفظ استقلال دولتی یعنی استقلالیت گفتن گپای اینها دولتی تاجیکستان، مردم باید در کنار حکومت بیاید ایستاد شود. خب سوال به میان می آید که آیا این مقام چنین یک اقدام را از پیش خودش گرفته است، یعنی مختار بوده است در چنین یک دعوت به مردم؟
یا این فرمایشی بوده است. و اگر این نهاد چنین دعوت را از پیش خودش، یعنی مختار و چنین یک دعوتی در روزی خب در نماز عید فطر این دعوت رو کرده است، اگر از پیش خود، یعنی اگر با اراده خود، یعنی اگر مختار همچون یک نهاد مختار چون این دعوت را از نمازگزاران کرده است، پس این نهاد احساس تعدید برای استقلالیت از کدام یک طرف کرده باشد. و از کجا چنین احساس در همین نهاد پیدا شده است، در همین مفتی تاجیکستان از کجا چنین احساس پیدا شده است؟ بعد 30 سال استقلالیت و بعد 20 و چند سال وحدت ملیه که پیشوایشان و اساسگذار صلح و وحدتشان همین صلح به بازگشت را به تاجیکستان برگردانده است. و اینها از کجا خلاصه کردند که خب با استقلالیت تاجیکستان، با استقلالیت دولتی تاجیکستان کدام یک تهدید است. و اگر این فرمایشی باشد و اگر این سپارش از بالا باشد، از حکومت باشد، از دستگاه رئیس جمهور باشد که بنده بر این نظرم که این نهاد البته که در یگان خب فتواهاش یا در یگان اعلامهاش مختار نبوده است و همیشه تمام اعلانها را اینها از بالا اشاره می شود به اینو. و از بالا اگر باشد از طرف دستگاه اجرایی رئیس جمهور یا از طرف حکومت یا از طرف کمیته دولتی امنیت ملی یا یگان نهاد دیگری اگر باشد، پس این نهاد و این فرمایشگر نشانه تهدید به استقلالیت دولتی تاجیکستان را از کجا دیده است، در کجا دیده است، مشاهده کرده است. و آیا این از خب یک کنایه به هجوم با تجاوز خب پوتین به خاک یک کشور مستقل یعنی اوکراین، شاید اینها یک تهدید خطر از این طرف کردند و شاید یگان پیام های از طرف مسکو شنیده باشند، یا شاید از طرف طالبان اینا تهدید رو احساس کردن، یا از طرف جمهوری همسایه کرگزستان، نمیدونم از کدام طرف، یا اینها واقعا هم از مخالفین هراس دارن که این مخالفین یعنی عادتا همین خیل رژیم های خودکامه استقلالیت دولتی گفته و دیگر صلح گفته، همه چیز رو که میگن و حتی وطن گفته، اینها خود را در نظر دارن. یعنی که وقتی که رحمانوف میگه که شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین کشور کنید، او معنای آن را ندارد که شکرانه همین دولت تاجیکستان کنید و شکرانه همین کشور تاجیکستان کنید. این معنی را دارد که شکرانه آن را کنید که من در سر شما هستم. یعنی تاجیکستان را او برای با خود توهم میداند، هم معنا میداند و استقلالیت را هم چنین. یعنی با استقلالیت تهدید، یعنی با ما با قدرت ما تهدید پیش آمده است و تو مفتی بیا و با نمازگزاران بگو که از قفای گروه های نروند که با استقلالیت دولتی ما خطر ایجاد میکنند. یعنی با استقلالیت عائله من، با خب با حکومت عائلوی من این خطر دارد. و بنده باورم بر آخران است که این حکومت استقلالیت گفته قدرت خود را، قدرت از دست دادن قدرت خود را در نظر دارند که اصلا چنین نیست و ایشان از روحیه مردم، از به صلاحیتی خود، از به لیاقتی خود، اینها هر لحظه و هر دقیقه و هر ثانیه انتظار واکنش، انتظار اعتراض مردم هستند
و حتی اگر امین مخالفان نمی بودند هم، اگر امین تلویزیون نمی بود هم، اگر ما از امین جا سخن نمی کردیم هم و حتی اگر یگان کس هم نه در داخل نه در خارج آواز بلند نمی کرد، با همان شرایط، با همان لیاقتی که اینها دارند، با همان حکومتی که اینها دارند، با همان مشکلاتی که اینها با همان مردم را مواجه کردند، اینها برای خود اعتماد به نفسشان خیلی پایین است و اینها همیشه انتظار دارند که امروز یا پگاه میترکند، امروز یا پگاه طاقت مردم طاق می شود با همین حکومت ما و اینها می آیند و باز علاوه از یک طرف فشار می آورند، از طرف دیگر از طریق ملاها و امام خطیبان و مفتیات و دیگر خب انستیتوت های مذهبی که ایشان بر این باورند که خب مردم رقیب اساسی اینها اعتقاد دینی مردم است. یعنی رقیب اساسی اینها در اینها که مردم را پراکنده میکنند، رقیب اساسی متحد ساز مردم را اینها در اعتقاد مردم میبینند و امین اعتقادمندان و نمازگزاران را هشدار میدهند که خب شما باید در کنار حکومت، این از یک طرف دعوت اگر باشد، از طرف دیگر تهدید هم است برای همون نمازگزاران که با خبر باشید ما در کمینیم. یک هشدار هم این است. خب خبر دیگری که این هفته برای من جالب بود، این خبرم شاید کمی گونه‌تر شد. رئیس دادگاه خوجند هنگام عمل بازداشتش فرار کرده. یعنی عملی خب مقامات خدمات ضد فساد، خدمات ضد فساد آورده است. خب توسط یک آدمی پدستونای میگن، پیش این در دست این بنده خدا پول داده است، پول هایی که نشانه شدن و اونها رنگ مخصوص آنها را میکنن. این مردک گویا خبر شده است و اون پول ها را به معاونش یا به کدام پرتوفتک خودش غیب زده است و هیچ کس نمیداند که این بنده خدا در کجاست. در اینجا باید من یادآور شوم که این در تاجیکستان بار اول نیست که چنین نفرانی که با قانون مشکل داشتن گم می شدن. اولین نفری که همین خیل گم شده بود یک وقتا خوجه کمندیر گفتن گپ بود. حاضر وی در زندان است. اخیراً او را از ترکیه و از دبی استرداد کردند و حال او را محکوم کردند. لیکن اون وقتی که او در پارلمان وکیل هم بود و فکرم سال 92 همین که در پارلمان وکیل پارلمان بود، از تالار پارلمان همین بنده خدا را با پیشنهاد پروکورور جنرالی بازداشت کردند و زولانه زدند و زندان بردند. ولی بعد یک هفته این بنده خدا گم شد، گویا گریخت و باز بعد همون گریزش این را رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان هم تعیین کردند و چند مدت باز رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان هم بود و همین خیل دیگر بعد از همون گریز که یک نمود عوف هم شد یا خیلی که اونقدر این رو در جستجو قرار ندادند و اخیراً با کدام یک دلیل شاید پیش روی کسی را گذاشت و اخیراً 2 سال پیش یا 3 سال پیش این رو از دبی، از امارات متحده عرب استرداد کردند و اکنون نمیدونم چند سال حکم گرفت. نفر دیگری بود در خب
تالک و آلومینی تاجیک یکی از رهبران اون بود، با فکرم اشمت و فامیلش بود. وای هم همین خیل به خاطر خب چیز دزدی یعنی غارتگری او را زندان کردن، بعد او را پدپیس کردن ویزد کردن، بعد او گم شد. اما خیلی گم شد، 150 میلیون دلار کرد به گفت خودی همین مقامات. من نمیدونم، این بنده خدا رو نمیشناسم، خبر ندارم چقدر مبلغ داشته است، لیکن همون روز و ساعت گفتن که 150 میلیون قطعی غیب زده است. و این گم شدن ها، ببینید همین رئیس دادگاه خوجند اگر گم شده باشد، گمان نکنم که او در یگان دولت اروپایی رنگ ما پناهنده سپرده است و حاضر در انتظار خب تصمیم درباره پناهندگیش باشد. او شاید اگر گریخته هم باشد به جمهوری همسایه ازبکستان یا به فدراسیون روسیه یا به همین دولت های شریک های استراتژی تاجیکستان. ما همون خوب خبر داریم که کسی را که اینا خواستند از فدراسیون روسیه، از دیگر از حدود دیگر کشورهای به ما دوست، اینها شهروندان را آورده به زندان ها روان کردند. به خاطر بیارید از کرامت شریپوف، عزتمون، امردین علاوت شریف و کسی که خود یعقوب سلیموف، محمد روزی اسکندروف، چقدر آدم ها رو، یعنی اونایی که در کار بودن آورد. و اگر این بنده خدا هم در کار باشد، ما شاهد میشویم که از یگان کشور شریک استراتژی این رو بازپس میگردانند. ولی اگر نگرداندن معلوم میشود که در زیر کوسه نیم کوسه بوده است. و چخیلی که در خاطر دارید سال 2011 بود به فکرم، یا 2010 بود یا 2009 بود، یک گروه کلان زندانیا 25 نفر از زندان گریختن که از آن زندان ناممکن بود گریختن و بعدا حدسای زده می شد، گمانهایی بودن که این نفران را خود با دستاندرکاران رهایی این نفران، امین یتیموف کمیته دولتی امنیت ملی بود که در آن وقت معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی بود و با همین عمل هم با وظیفه آمد و این عمل، با این عمل اینها به طویلدره و غرم لشکر کشیدند و زیاد سابق مخالفین را در همان روز و ساعتها اینها یعنی با این بهانه به هلاکت رساندن و از همان روز شروع شده، از همان روز مشکل سابق مخالفین، مشکل امضا کنی طرف دیگر سازشنامه صلح از همان روز و ساعت، از همان یعنی گریز دادن همین زندانیا سر شد و این هم دستی خود مقامات در اینجا بود. منظورم چه است؟ یعنی همین رئیس دادگاه خوجند، گریختن رئیس دادگاه خوجند به همه همین گریزها مانند است و این به همدستی خود مقامات این غیر امکان بود همین گریز و شاید این بنده خدا با مبلغ هنگفت کسی را مبلغ داده است، مبلغ کلان داده است تا همین گریز را برای این تأمین کند و این بنده خدا از تاجیکستان امروز گریخته است. خب یک خبر دیگر، این هم بسیار جالب است. خب
ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با خبر بامداد واکنش نشان داده است که در خبر بامداد گفته می شد هفته پیش که 4 ناظر منطقوی چسکوی که میگن در تاجیکی 4 ناظر منطقوی در ناحیه شامنصور یک جوان را ابلاغ کرده از پدر او و در عوض مبلغ او را رها دادند و از پدر او مبلغ دریافت کردند و هنگام گرفتن مبلغ هاچخیل همین 4 نفر گویا بازداشت شدند یا مورد بازپرسی قرار گرفتند و اینک ریاست وزارت کارهای داخلی با این خبر میرزای سلیمپور واکنش نشان داده است و گفت است که خب این دروغ است، همین خبر دروغ است. 4 ناظر نه، 1 ناظر را فقط مورد پرسش قرار داده شده است. الکی اعتراف است، همین خود همین اعتراف است، اعتراف همین خبر است. ولی چون در تجربه اکثریت جنایت ها، حتی جنایتکارها بجز بدخشانی ها باید قید کنم. در دیگر حالت ها ما چندین بار شاهد بودیم که اگر گروه جنایت صادر کرده باشد اینها می آیند 1 نفر 2 نفر یا عموما چند نفر اون گروه رو آزاد میکنن، البته رایگان نه، البته در عوض مبلغ اونها را جواب میدن و 1 نفر رو که به جوابگری میکشند این الکی جنایتش یعنی جزایش خیلی سبکتر می شود. چون در کودکس جنایتی اگر یگان جنایت از طرف گروه با مصلحت پیشکی صادر شده باشد این جزا سنگین تر، خیلی به مراتب سنگین تر است. لیکن اگر همون 3 نفر را از همین عمل جنایتی با یک واسطه بیرون کنی، برای همین 1 نفر باقی مانده نیست جزا سبک کرده می شود و همون پروکورور از هر 4 این مبلغ می ستاند. از آنه که در پس پنجره باقی می ماند از او هم می ستانند، بیشتر از او می ستانند و او 3 نفری که اونا را جواب میدن از اونها هم می ستانند و در عموم در اینجا این خیلی نیست که اینها در دیگر منطقه ها خیلی ملایمتر مناسبت دارند، یعنی خیلی انسانترند یا یک چی دارند، رحم و شفقت نسبت شهروند است و از همین خاطر میگن که او چند نفر از جوابگری در خاطر داشته باشد. در مقابل همون چند ماه پیش 2 دختر رو در شهر دوشنبه 3 جوان نسبت 2 دختر عمل اوباشی به عمل اوباشی دست زدن و ما دیدیم که 1 نفر رو در از هیئت اونها بیرون کردند. اونا ماندن 2 نفر همون اساسی ادعای سیاسی رو از ابتدا دور کردند از پرونده و 2 نفر دیگر را نیز آزاد کردند. اگر همه همین جنایت هایی که حضور گفته استادم در بدخشان رو میداد، البته که بر علاوه اون 3 نفر باز 4 نفر دیگر تماشابین رو هم در آنجا می آوردن به نشان داد و به جوابگری می کشیدن، به خاطر آن که اونها دیدند و معلومات ندادند، دیدند و به ارگان خبر ندادند، یعنی خبر نکردن به ارگان. بالای 4 نفر دیگر همین خیل پرونده می شد. یعنی در بدخشان همین خیل حالت ها اگر 1 نفر هم باشد، یگان جنایت رو 1 نفر، یگان اوباشی رو 1 نفر تنها کرده باشد و 1 نفر دیگر در میان در اومده باشد و آنها را 2 نفر را از هم جدا کرده باشد،
این دو نفر هر سه نفر رو به جوابگری میکشن و میکنن گروه متشکل با مصلحت پیشکی. چندین بار بنده خودم شاهد چنین حالت بودم. یعنی دو خورگی یعنی واکنش دو تک چی میگن معیارهای دوگانه. در اینجا معیارهای دوگانه نسبت بدخشان عادتا معیارهای خیلی شدیدتر به کار گرفته می شود و این رو باز در برنامه های آینده از چنین معیارهای دوگانه من به شما دلیل های دیگر را نیز میارم. و این رهبر اروکده دوشنبه گفته است که خب این دروغ است، ما فقط یک نفر جنایتکار داشتند، اینو همگی یک نفر داشتند، نه 3 نفر. اما یک نفر جنایت صادر کرده است و او را بازپرسی کردند و او را هم جواب میدهند. یعنی او 3 نفر اگر با وظیفه بالاتر نروند در جایشون باقی میمانند، اون 3 ناظر منطقوی. چون این ابله این خودش از قدیم یک بیزنس بود. از همین ابتدای به سر قدرت آمدن رحمانوف ابله این یک بیزنس. در فیلم های امریکا والت دیسنی گفتم گالیوود، فیلم های وسترن میگویند، در اونها همین خیلی شکارچی ها بودند. اگر در خاطر داشته باشید کسانی فیلم ها را تماشا کرده اید، شکارچی ها بودند در عصر 19 یا 18 بود. در شکارچی ها اونها می اومدن بیزنس میکردن. یعنی یک آدم، یک جنایتکار در جستجوی جنایی است. یک ایالت نفری رو رسم نفری رو در جستجوی جنایی قرار داده است و به سرش پول گذاشته است. یعنی اگر همین آدم را پیدا کنید همین قدر مبلغ را میگیرید. و شکارچی ها پیدا شدن که همین خیلی آدم ها رو شکار میکردن و به مقامات زنده یا مردهش رو میسپردن و مقامات به اونها پول میداد. در تاجیکستان سالهای آخر به چنین بیزنس جوانان، بیزنس ابله و جوانان، غیر مقامات هم همون اونگارد و دیگر همون شهروندانی که حق نداشتند نسبت یک شهروند دیگر بیایند و از او بپرسند که تو خدمت کرده یا نه، تو در اینجا چیکار میکنی، یعنی یگان حقوق نداشتند، یگان وکالت نداشتند برای پرسیدن شهروندان. همین سال هم دیدیم، پارسال هم دیدیم که همون اونگارد ها و همون یاردمچی های غیر متخصصی یعنی غیر حرفه‌ای مقامات در ابله شرکت داشتند و این ابله خودش یک بیزنس است. فرض کردیم اگر نایه شاه منصور فرض کردیم چیز رو نقشه رو در وقتش اجرا کرد، من ادامه میتیم ابله رو، به خاطر چی؟ باقی مانده رو به دیگر نایه میفروشم. چرا در بدخشان ابله کمتر است؟ چون که در اونجا هنوز همین تجربه نشده است. همین تجربه فروش جوانان، فروش دعوت شوندگان، یعنی هر قدر آدم رو توانستی ابله بکن و دیگر نایه‌ای که نقشهش اجرا نشده است بفروش. همین است بیزنسی که اینها برا ماندن و این بیزنس خیلی تاریخ طولانی دارد. متاسفانه حتی در وقتی که شرطنامه صلح امضا شد و مخالفین هم به ارتش پیوستند، در آن وقت هم همین تجربه از بین نرفت و این تجربه تا به همین روز ادامه دارد و همین 4
ناظر منطقوی شاید چقدر مبلغ کار کردن از فروش جوانان و دیگر ناحیه ها، از فروش حتی به خود ناحیه خودش هم. همون کمیساریت حربی از عهده اجرای نقشه نبرآمد، همون کمیساریت حربی به همین ناظر منطقوی مبلغ میتید، این برای او خب تامین میکند نقشه را. و نقشه او که پر شد، نقشه ناحیه شاه منصور که پر شد، این بندگان خدا، این ناظران منطقوی 4 منطقه ناظر، 4 ناظر در یک منطقه نیستند، 4 ناظر در 4 منطقه و این 4 ناظر همچون گروه متشکل جنایی یک بیزنس آدمربایی را تشکیل کردند و در ناحیه خود شاید در این ناحیه نقشه پر شده هم باشد، نقشه بود شده هم باشد، اینها جوانان رو دزدیده به دیگر ناحیه ها و کمیساریت های حربی دیگر نواحی میفروشند و هر بهار و هر تیرما این یک بیزنس است که در این بیزنس الکی اونگارد و دیگر سازندگان و نمیدونم باز کدام ساختارهای کدام کمسمولهای این خلق دموکراتی و این ساختارها دارند، اینها در آنجا هم همه الکی شریک این جنایت شدند و این بیزنس در این بیزنس شریک شدند. خب دوستان عزیز، یادداشت میکنم که ما در کانال یوتیوبی پیمان لایف حضور داریم. از شما احترامانه خواهش میکنم که به این کانال ابونه شوید، در این نوار پسند مانید و با دوستانتان این را همرسانی کنید و در زیر در این موضوع هایی که من به بحث میکشم، در این موضوع ها فکر خود را گفته باشید تا که ما هم این موضوع را وسیع‌تر بحث کنیم و هم این نوار بالاتر در روی خط یوتیوب برآید تا که مردم بیشتر تماشا کرده باشند. اونایی که در تاجیکستان هستید و ما را از یوتیوب تماشا دارید، در زیر در اینجا سراغه کانال ماورایی پیام تیوی نوشته شده است. به این کانال وصل شوید و ما را 24 ساعت در تلویزورهای خودتان خواهید داشت و ما با شما باید همین مسئله را، همین پرابلم ها را ما باید بحث کنیم. ما باید از حق شهروندان خود دفاع کنیم، از حق خود و دیگران دفاع کنیم تا که همین آدم ربایی و آدم فروشی، تجربه آدم ربایی آدم فروشی را از تاجیکستان دور کنیم و تاجیکستان را از چنین تجربه عصر میانگی آزاد کنیم. خب خبر دیگری که اون رو داریم، خب این فوش شدن 2 عالم نوبتی تاجیک از طرف دیسرنت. از طرف دیسرنت 2 عالم نوبتی تاجیک فوش شدند که به اثردزدی متهم می شوند و دیسرنت از همان نهاد اکادمی علوم روسیه و کدام خواسته است که اینها را از عنوان علمیشون محروم سازند. یکی از اینها هم ظاهر امان رحمان زاده، این خلقی دموکراتی همش رحمان زاده و رحمان همش رحمان بوده است. ظاهر رحمان زاده سابق رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه و اینک وکیل مجلس نمایندگان و وکیل پارلمان
و دیگر امید سفریف استاد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان. ببینید در اینجا باز یک چیز چیز دیگر، یک کمبودی دیگری جامعه ما افشا میشه. چرا؟ ببینید در یگان نقطه عالم همین بنده خدا رئیس حزب خلقی دموکراتی در شهر دوشنبه بوده است. رئیس حزب خلقی دموکراتی در شهر دوشنبه بوده است و اینه که با عضویت پارلمان تاجیکستان انتخاب می شود، از رئیسی سازمان شهری حزب خلقی دموکراتی برکنار می شود. چرا؟ مگر خب دیگر در دنیا حزب ها همین خیلن که همون حزب برعکس رئیس حزب اگر رئیس در پارلمان اعضا باشد و ریاست شهر دوشنبه رو به دوش داشته باشد، البته که این یاردم در هر دو منصب برای یکدیگر یاردم میکنن، ولی ببینید چرا در اینها این سابق شده است، یعنی از رئیسی حزب خلقی دموکراتی برکنار شده است و اونجا دیگر آدم را انتخاب کردن. چرا؟ چون که اینها همین حزبشان هم یک ساختار دولتی کردند و در این حزب معاش میگیرند. همون رئیس سازمان شهر دوشنبهگی چنین میر شهر معاش دارد و باز خدمتچی دولتی حساب می شود. در وقتی به نفقه برآمدن همین حزبیت، یعنی عضو رئیس حزب بودن و همون معاشخور در حزب بودن، برای اینها سابقه کاری هم چون خدمتچی دولتی حساب کرده می شود. و این یعنی همین خود حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان این علاقه با همین عملشون این یک تشکیلات جمعیتی نیست، جمعیتی شهروندان نیست، این یک تشکیلات دولتی است که از شهروندان باز علاوه بر آنه که یک تشکیلات دولتی است و از ساختارهای دولتی، از سازمانهای دولتی، از سازمانهای خب از صاحبکاران اجباراً برای اینها مبلغ می ستونند، چی در شکل ناتورالی و چه در شکل خب مبلغی از مردم پول می ستونند. باز مردمی که از بودجه دولت معاش می گیرند تقریباً شاید 90% این مردم یا 80% این مردم را اجباراً عضو حزب کردند و از اینها حق العضویت میگیرند و باز روزنامه اشون را در قطار روزنامه های دولتی با تجربه شوروی اجباراً در مؤسسه های دولتی عبونه میکنند و از این حساب هم مبلغ به دست میارند و همین خیلی دیگر نویسنده های دارند، عالمان دارند، عالمان اثردوست دارند، نویسنده دارند که از همه زیاد کتاب در دنیا نوشته است ولی خودش یک کتاب در عمرش نخوانده است، نامش رو نمیگیم و اینها از حساب طبع و نشر همون و فروش اجباری همون نشر کرده شون که خودشان هم او را ورق نزدند، همون نوشته خود را خودشان ورق نزدند، می آیند از امین حساب هم از مردم پول می ستانند. خب بازم می آیم به اصل برنامه همون که در اینجا سرلوحه گذاشت، یعنی گریز از بهشت. اخیراً موسفید در رسانه خبری بامداد نشر شده است. همین خبر از همه پیش در رسانه تک در روسیه یک موسفید 88 ساله تاجیک تبعیت این دولت رو
پذیرفته است. یعنی در 88 سالگی تصمیم گرفته است که شهروند این کشور شود. تصمیم خوب خواست خودش است، آزاد، انسان آزاد است. و در اینجا ویدیو هم داریم که با هم تماشا میکنیم و بعد در این باره چند اندیشه خود را ابراز می‌داریم. مرحمت ویدیو. В преддверии Дня Победы ветеран Великой Отечественной войны Дусмамад Ташмамадов получил паспорт гражданина Российской Федерации. 88-летний фронтовик прибыл на постоянное место жительства в Россию из Республики Таджикистан к своему сыну, военному полковнику в отставке. И в марте этого года подал заявление о приеме в гражданство Российской Федерации. Сотрудники регионального управления по вопросам миграции сделали все от них зависящее, чтобы как можно быстрее оформить документы. Церемония принятия присяги на верность Российской Федерации состоялась в торжественной обстановке. Я, Ташмамадов Дусмамад, добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации. Клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации и свободу его граждан. Исполняю обязанность гражданства Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Для фронтовика важно было получить документ не в домашних условиях, как предполагалось, а официально в подразделении миграции. Получив паспорт гражданина Российской Федерации, ветеран поблагодарил сотрудников полиции за отзывчивость и предоставленную возможность быть сыном и его семьей гражданами одной страны. من میخواستم در اینجا اول خیلی خوب چیز کنم. همین موی سفید 88 ساله خیلی خرسندی آور است که خیلی جوانتر از زمان 88 سالش میتابد و خیلی خرسندی آور است که موی سفید در چنین سن و سال با چنین برایی با زبان با غیر تاجیکی خیلی خوشروی متن را قرائت کرد. یعنی موی سفیده که خب انشاءالله از خدا امید دارم که سالهای یک 12 ساله دیگر در سر فرزنده و نبیره‌اش باشند و برای این و باز به همه شما به همه هموطنان مراجعت کردنی هم که حالا در شبکه ها میبینید که یکیش دشنام میکند دیگر خیلی ببینید این عیب همین بنده خدا نیست که وضعیت در تاجیکستان ما تا به این حد است که موی سفید 88 ساله تا به همین حد ناامید شده ایم که موی سفید 88 ساله نیست تصمیم گیرد که تبعیت روسیه را قبول کند و این بار این یکم آدم نیست. بنده چندین نفر را شاهد هستم که در سن 70 و بالا از 70 این روز رفته شهروندی روسیه رو قبول میکنند. به چه خاطر؟ به خاطر نفقه و به خاطر فرزندای خود را حجت کردن برای فرزندای خود هم در این کشور، چون در کشور خودمان در بهشت روی زمین ما چنین امکانیت را برای شهروندان خود نکردیم. شهروندان تصور کنید سال 92 که بعد به تاجیکستان وارد شدن رحمانوف با تانک کریموف و بیرق ازبکستان، مردمی که گریخت همان روز ساعت طول 20 سال، طول 10 سال، 20 سال شهروندی روسیه رو نپذیرفتند و با امید بودند که یک روز به تاجیکستان آزاد برمیگردند. امروز چی شد که از داخل تاجیکستان موی سفیدای ما میروند تا که نجات یابند از اون زندگی که رحمانوف و دار دستش برای ما مهیا ساختند. و هیچ کس همین موی سفید و اهل خانواده این موی سفید را عیبدار نکند. عیبدار در دیگر جا است.
عیبدار در قصر ملت است، نه در این نوار. برای همین از شما احترامان خواهش میکردم که نسبت این موی سفید و اهل خانواده‌اش هجوم نکنید، چون اینها هیچ گناهی ندارند و زیاد شهروندان تاجیکستان در سن مبارکی از 70 بالا امروز در خدمات خب مهاجرت روسیه را میپایند که چیز شهرونده این کشور را قبول کنند. و در دوام همین موضوع من انتخاب کردم ببینید در یعنی فضای خشونت در تاجیکستان تا چه حد شده است. در ابتدا یعنی پیشتر ما بر این عقیده، بر این نظر بودیم که خب این مخالفین هستند و حکومتی ها هستند، چاپلوس و نمیدونم چی است، همین یعنی دشنام کنی و خب خشونت و خصومت بین این دو گروه. بعد باز بین گروه های خب مذهبی و خب حکومتی هم همین خیلی خشونت های اجتماعی که بین یعنی انگیزهشون سیاسی بود. ولی امروز در شبکه های اجتماعی مقاله نشر شد که طبق آن قدم قربان یکی از آوازخوان‌های تاجیک مبتلای کدام درد شده است و شرایط خانه‌اش چنان وزنین است که برای طبابتش کمک خواستند و حتی همسرش گفته است که نان خوردنی نداریم. ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که تاجیک‌های ما بالای این بنده خدا هجوم شروع کردند. یکیش این رو دروغ می‌صحبت، دیگرش دیگر خیل و نسبت این نفر یعنی به نظر می‌رسد که در تاجیکستان فضای خشونت به حد شده است که فرق نیست کسی نباشد. اگر پگاه همین پیشوایتان که امروز همه قرصک میزنید، اگر پگاه پیشوایتان را از سر قدرت دور کنند، میترسم که قسمت قذافی این را انتظار است، چون امانهایی که امروز در پیش پایش گل میپرتایند امانها میآیند و این را رنگ قذافی و صدام حسین شاید به قتل رسانند. یعنی فضای خشونت در تاجیکستان تا به حد شده است که قدم قربانی که تا چند لحظه پیش برای همه از او یعنی با او صورت گرفتن و با او سلام کردن را برای خود یک افتخار میدانستند، امروز همه بالای او هجوم دارند و این بسیار باعث نگرانی است. و یک خبر دیگر در ترکمنستان، خب قانون‌های نو به نو روی کار می‌آیند که نه یک خبر دیگر داشته و یا فکرم بچه یک خبر دیگر و در مابین خبرها فراموش کردم. تاجیکستان در شاخص آزادی مطبوعات در فهرست از فهرست 180 دولت در مقام 152 جای گرفت و گفته می شود که 10 زینه بالا رفته است و در اینجا بحث در سر همان 10 زینه بالا رفتن در شبکه‌های اجتماعی تاجیکی گرم است که مردم میگن که از کجا همان 10 زینه بالا رفتن. یعنی همین تنقید همین سازمان خب روزنامه نگاران بدون مرز را کرده است که او با کدام معیارها
چنین بهوگذاری کردند. ولی یکی از روزنامه‌نگاران خب نامدار ما، ظفر صوفی، در اینجا پاسخ خوب داده است که البته که ما در طول همین 1 سال رشد نکردیم، ولی دولت‌های بودند که از ما زینه‌های بالاتر بودند و متاسفانه طول 1 سال وضعیت در دنیا، در آزادی سخن، در آزادی مطبوعات در دنیا تا حد خراب شده که 10 کشور دیگر نیز ما اونها را پس سر گذاشتیم یا اونها ما را پیش ماندن و یکی از اونها خود روسیه است که 155 در این فهرست است، یعنی ما 152 و نمایندگان مقامات و خب جانبداران حکومت خرسندی میکنن که ما در زینه بالا رفتیم، از در بین 180 کشور 152 هستیم و از این خرسندی دارن، در حالی که اگر با جمهوری قرقیزستان ما را مقایسه کنند مقام جمهوری قرقیزستان خیلی بالاتر از ما است و این باعث خرسندی نیست. و در پی همین خبر رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان که علیشیر میرزانباتوف نیز سپارش داده است که خب زیرکی سیاسی را از دست ندهند و در جلسه اخیر حکومت ولایت گفته است که باید در فضای اطلاعاتی مقامات خیلی فعال باشد، یعنی خیلی هوشیار باشد و با تکیه به منبع‌های رسمی فقط با منبع‌های رسمی همکاری کنند و تکیه بر آن کنند. یعنی همان سخنگوی رئیس ولایت باشد، کدام ساختاری نباشد، بجز رسانه‌های دولتی به کسی مصاحبه ندهد، به کسی به سوال جواب ندهد. فرض کرده محض پلوس باشد، رادیوی آزادی باشد، کدامی نباشد، شما باید با یگان پیام‌ها سخن نکنید و فقط با خاور و با دیگر همانهایی که رسمی هستند، یعنی اونهایی که نزدیک به حکومت هستند، فقط با همانها سخن کنید. و این باعث خرسندی است که مطمئن هستم که همین تلویزیون ماورایی ما الکی به خانه های شما راه یافته است و روز از روز انشالله زیاد می شود و اینها باعث نگرانی علیشیرها و میرزانباتها و دیگرها شدند که ما و شما الکی تماس دائمی برقرار میکنیم و من امید دارم که شما در زیر این نوار فکر و عقیده های خود رو می نویسید و شما خواهید نوشت که شما در تلویزیون خودتون از شبکه ماورایی ما را تماشا دارید و در اینجا نویسید در همون موضوع هایی که امروز مورد بحث قرار دادیم، در این موضوع ها شما فکر و عقیده خود رو پیشکش خوانندگان کنید، پیشکش تماشابینان کنید. خب بعد این برنامه شاید هفته آینده شاید فرصت پیدا نکنم چون یک سفر خدمتی دارم و اگر از شرایط دست داد از جای دیگر شاید برنامه تهیه کنیم و با شما باشیم. الان شما را به خدا می سپارم. خدا یار و مددگار ما و شما باشد.